شما صاحب یک موبایل هوشمند هستید و میخواهید کسب درآمد کنید. شما مهارت تدریس زبان را دارید. اگر میخواهید توسط موبایل و گروپ های واتساپ کسب درآمد کنید، پس در ادامه ویدیو با ما باشید. سلام، خسته نباشید. با امیدی که جور و صحتمند باشید. به چپتر میدیا خوش آمدید. در این هفته ما بر این بحث میکنیم که چگونه بتانیم توسط موبایل و گروپ های واتساپ صاحب درآمد شویم. چینل ما را سابسکرایب کنید و در ادامه ویدیو با ما باشید. خب دوستان عزیز، به خاطر کسب درآمد از طریق واتساپ راه‌های مختلف وجود دارد که ما امروز درباره تدریس زبان برای شما برنامه ساختیم. خب دوستان عزیز، شما یک موبایل هوشمند دارین و گروپ واتساپ هم دارین و مهارت تدریس زبان هم دارین. ویدیو بر کسای مخصوص است که در افغانستان زندگی میکنند. بعد از تحولات آخر در افغانستان به خاطر یادگیری زبان پشتو مراجعین بسیار زیاد شده. شما میتونید که با واسطه ساختن یک گروپ واتساپ و آموزش زبان پشتو صاحب درآمد شوید. اولین موضوع که بسیار زیاد مهم است، شما باید یک موبایل هوشمند داشته باشید. خب دوستان عزیز، شما همگی ما میدانید که ما موبایل های هوشمند داریم، به خاطر از ما باید تدریس کنیم و مهارت ثبت ویدیو را با اون موبایل یاد داشته باشید. دومین موضوع که بسیار زیاد مهم است این است که شما باید یک پوستر جور کنید و او را مونتایز کنید. یعنی میتونید که با صفحات فیسبوک، اینستا او را مونتایز کنید و بگویید که صنف‌های جدید آنلاین یادگیری زبان پشتو یادداری یا هر زبان دیگری که باشه. سومین موضوع که بسیار زیاد مهم است مواد درسی است که شما باید مواد درسی بسیار مهم و خوب و اساسی داشته باشید که در ظرف یک ماه دو ماه حداقل یک کسی بتونه که با زبان مورد نیازی که شما تدریس میکنید مهارت‌های کافی دریافت کنه. اگر شما پشت فکر هستین که مواد درسی رو چگونه پیدا کنه و تقسیم اوقات چقسم جور کنه، میتونید که شامل دیگه گروپ ها شید، از اون گروپ ها مواد تدریسی رو کپی کنید، یک کمی تغییرات او بیارید، با شما این تدریس شروع کنید. فاکتور دیگه که بسیار زیاد مهم است که شما چگونه بتونید پول دریافت کنید. دوستان عزیز، شما خب میفهمید که سیستم های بانکی در افغانستان بسیار با مشکلات جدی مواجه است و از 500 افغانی پایین‌تر هم در بانک قبول نمیکنه. اگر فیس شما کمتر از 6 یا 7 دلار است، میتونید از طریق MTN مومو یا دیگر شبکه‌های پولی الکترونیکی پیسای خود به دست بیارید. اگر فیس شما از 10 دلار بالاتر یا 8 دلار بالاتر است، میتونید که از طریق یک اکانت بانکی جور کرده و اضافه کنید و فیسای محصلین و شاگردای خود دریافت کنید. خب دوستان عزیز، به خاطر که شما بتونید که شاگردا را جذب کنید، دو معیار بسیار زیاد اساسی است. اول شما یک گروه داشته باشید که گروه آموزشی باشه، یعنی با معیار 3 روز 4 روز مدت شما او را تدریس کنید، مواد درسی خود برایشان معرفی کنید که شاگردها جلب توجه کنند. بعد شما یک گروه دیگر را جور کنید که با اون کسایی که میخواین که از طریق برنامه‌های شما صاحب مهارت‌های یادگیری زبان باشد، باید در اون گروه باشد. اول باید فیس خود پرداخت کنید، بعد شما در این گروه بره. موضوع دیگر که بسیار زیاد مهم است این است که شما باید وقت تدریس باید خوب وقت داشته باشید که وقت فراغت باشه، یعنی زمان باشه که شاگردای شما یا کسایی که از پیش شما یاد میگیره بیکار باشند. مانند میتونید که بعد از ظهر انتخاب کنید، ساعت‌های رخصتی ها رو انتخاب کنید، روزهای رخصتی رو انتخاب کنید که بسیار زیاد برای شما مفید تمام بشه. خب دوستان عزیز، این بود برنامه هفته ما. خدا کنه که مورد پسند شما قرار گرفته باشد و از این برنامه برداشت کرده باشد. اگر شما با همچون برنامه‌ای میخواهید که یاد بگیرید و مهارت‌های خاص داشته باشید، پس همیشه ویدیوهای ما را لایک و کامنت کنید. دوستان عزیز، اگر شما با این ویدیو مشکل دارید و نمیتونید که سایر موضوعات یاد بگیرید، در کامنت همراه ما موضوعاتتان بنویسید، ما در جواب شما ویدیو آینده خود را بسازیم. الله نگهدارتون شما تا هفته بعد.